امروز من قراره وسط خبرگان صحبت میزنه. چرا در ارومبیا نمیزنی؟ چون که اونجا خطره. مردم فحش بد بیراه میدی به من، به مقام ازما، به امام. نخصوصا بعد از اون که اون دریای ارومبیا خشکی شده، فحش مردم به ما آبدار شده. هم آبدار شده هم شور میگویم ها. اما وقتی که آدم در خبرگان صحبت میزنه وقتی کم داره، چون که هم مثل پیر پتاله، هر دقیقه یکی ممکنه بمیره. مثل امرای مهدوی کنه که خودش هر دقیقه با اسرائیل قایما پوشک بازی میکنه، که این هم اگر الان بمیره اون وقت خر بیاور بقاله بار میزن یا تابوت بیاور خر بار میزن. امروز هم اون زلو تابوت گذاشته که حاضر آماده ای. خلاصه هرچی میمیره اون تابوتش اونزای. تو هم اون نیشت ببنده ها. بدبختی بینوا تو همانه که اون برادر بزرگ سخته زده بود، آمبولانس آمده بود، بخ میزده، آجیل میکشیده، اینا همه خانواده شما سوار آمبولانس شده. بعد دکتر گفت خب مریض کدامه؟ گفتی هیچ پشت سر ما نیسان می آوردش. بدبختی بینوا آخه مریض اونجا تو اون یکی ماشین چه فایده داره؟ جا نداره. دکتری ببر نیسان، مریض بیار آمبولانس. غریبه بیر وضعیت ده ها. من نمیفهمی چرا عبای سفید که میپوشی خاکی میشی رنگ خاک سیاهه، اما عبای سیاه که میپوشی خاکی میشی رنگ خاک سفیده. ولش کن، اصلا هرچه خاک اونه بر سر بسیط باش. مقام ازما گفته امسال هم باسه سیاسی، یعنی میخواسته اونجا میشی اما اونجا خراب شد که زهرلم گیتمیش. روحبانا آمد با استکان زهرمار برای مقام ازما. اینجاستی که مقام ازما باید فیش خودش جمع جور میکنی. از قدیمت گفتن که آدم عاقل یک اشتباه دوبار تکرار نمیکنه. قشنگ یه 6-7 بار تکرار میکنی که مطمئن میشه. یعنی خلاصه همباسی سیاسی مقام ازما که خراب شد. الان میگوید نرمش قهرمانه میکنه فلان. نرمش قهرمانه چه؟ اون زنبلاستیش میکنه آخر عمره. پس الان من که خودش نماینده مقام ازمایه میری دنبال همباسی اقتصاده. یعنی یک کار میکنی که کاهش قیمت ها افزایش میکنه، یعنی قیمت ها بیشتر کمتر میشه. من خودم از قدیم خیلی اقتصاددان بوده، مثل نمکدان، فیلفیلدان که تویش نمک فیلفلی، منم تویم اقتصاد بوده. اما همیشه میگفته که اقتصاد سخته. من الان خیلی سال فکر میکنی چرا 700 تومان 7 تا 100 تومانه میشه، اما 300 تومان 30 تا 100 تومانه نمیشه. دیدی؟ اون تورمی کود چه؟ خلاصه پشت لاول کن. عرایزم را با یک پند اخلاقی تمام میکنم. خب گوش میکنی. مهمترین درس اخلاق اینه که اگر به یکدیگر احترام بگذاره، یکدیگر هم به تو احترام میگذارد. بله.